برگزاری چهاربینای فرهنگی و شب‌نشینی‌های ایجادی شاعران و نویسندگان و همچنین نمایشگاه‌ها و رونمایی کتاب‌های عالیمان در مرکز فرهنگی تاجیکان شهری مسکو چون عنعنه قبول گردیده است. آره، با ابتکار این مرکز بزرگ چندین شاعران و نویسندگان تاجیک که این روزها با حمله تقدیر مقیم روسیه هستند در جامعه روسیه جایشان را پیدا کردند. دکتر ملاظهور طاهری نیز از جمله چنین فرزندان آبرومند ملت می باشد که طول سالیان زیاد با قابلیت عالی تخصصی خود چندین گره رشته های مهم طبی شرق را باز نموده امروز نه در تاجیکستان بلکه در روسیه و کشورهای بزرگ شرق نام نیک خود را و ملتش را بلند برداشته است. استاد تا درجه سرسپرده فرهنگی ملی خود می باشد که ناوابسته به دکتر یا طبیب بودنش شعر هم ایجاد می کند، سرود می خواند. دکتر ملاظهور طاهری شعری درباره خواجه به گرمی خود را با یک خواهشی تمام برای تماشابینان تلویزیون قرائت می کند. خواجه به گرمی ما آباد شد، در دل کوه شهرک بنیاد شد. از درون سینه کوهپاره میزند آب شفا فواره. تا که او بخشد به هر درد دوا، تا که او بخشد به هر بیمار شفا. میوزد از دور سفت شرشره، میرسد از دور سفت شرشره. تاجیکستان ای دیرار نازنین، از چنین گنجینه ها در افتخار کنه. دکتر طاهری طوری فعالیت کاریش در کشورهای زیادی جهان سفر کرده است و با اشخاص زیادی هر ملت و خلقت واخوری کرده است و از این واخوری ها تجربه باهی را به دست آورده است. بیشتری فعالیت استاد اصلا در کوهستان گذشته است، چون بیشتری داروواره ساخته استاد از علفهای تر و تازه کوهستان است. دکتر طاهری در چندین فیلم‌های مستند کوتاه حجم تلویزیونی نیز شرکت کرده است که از سطح بلندی تخصصی آقای طاهری می باشد. این فیلم نوبتی اثبات از این گفته هاست. چطوره که شاعر میگوید ما هیچ، زمانه هیچ، دنیا همه هیچ. ای هیچ زی بحر هیچ، بر هیچ مپیچ. دانی که زی آدمی چی میماند بس، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. و فکرم آن دنیا با ما یگان نه ماشین میداریم نه قصر میداریم، فقط همین مهر و محبت رو دیدن از یکدیگر سخنی نیک گفتن و آباد کردن جامعه است. دکتر طاهری طول فعالیتش بیش از 37 کتاب و بیش از 100 کارهای علمی را نوشته در خزینه طب جهانی بایگاری بزرگی را وارد ساخته است. کتاب‌های داروواری در کوهستان در تعداد 20,000 دانه، اسرار زناشویی تعداد 50,000 دانه، هر دردی را دوا است و سمیخوتراپی با چندین هزار تعداد روی چاپ را دیدن که امروز در بیمارستان‌های مختلف در خدمت طبیبان میباشند. بغیر از این استاد اکرم استاد دانشگاه پداگوژی شهر دوشنبه کتاب نوای دل را پرره به فعالیت آقای طاهری بخشیده است. در جریان رونمایی کتاب‌های آقای طاهری دکتران و اکادمیک‌های روس شرکت کرده درباره فعالیت کاری این مرد ملت صحبت‌ها کردند. دکتر کارلسون اکادمیک دیرکتور انستیتوت فیتوتراپی روسیه از همکاری با دکتر طاهری و بزرگی این استاد کسبش صحبت کرده گفت: داروواره که امروز آقای طاهری آماده کرده و طول چندین سال است که در بیمارستان مختلف تاجیکستان و روسیه در خدمت مردم هستند اینهایند: زمج و فیرولا. اینا داروواره هستند که بیماری‌های سرطان و دیابت قند را میتوانند معالجه نمایند و تا امروز چندین نفران از این داروواری استفاده کرده معالجه شدند و به زندگانی خوشبختانه بازگشتند. از دستم میگیرم چشمک شده میشه، چشمک شده، چشمک شده میشه، چشمک شده میشه، چشمک شده میشه. از دستم میگیرم سرطان پیش میره، پیش میکشه. از پشت میره، از طرف راست میکشه، از طرف چپ میکشه. اکنون بدن لپش خودم میگیره. چشمی کشاده هم که گیپنوز کردم ممکن. آدمی که گیپنوز بغلطد من دیسوده تا چشما کشادگی این آدمی که گیپنوز میغلطد. حرکت ها قطع میشوند. اکنون درباره تاثیر دست گرمی و اشکاتی. حاضر روتون گرم میشد. گرمی هست می حاضر. گرمی هست حاضر. حاضر گرمی 10 مراتب زیاد میشد. خودی اتوکی سوزان بار این گرمی زیاد میشه. دیسوده ده چشم کشادگی اتوک گرمی سخت. من این تاثیر سخنگفتی آدما میگن که تاک هست و دیگر چیز هست. مثلا خیلی که من گفتم ریاکسی خمیوی میراد ارگانیسم ما با برای که خسته شدید شما حاضر چشم پوشیده میشوند، خسته شدید شما هم یک خنده تا ضربه یک آرام شد کمتر، من حاضر دست میگیرم مثلا اینا
кинои бисёр хандаовар тамошо кардем, ханда бимедорон. Баланд механданд. Шумо ҳам механдед азон. کدام کنایه دوست دارید شما؟ کدام کنایه دوست دارید؟ کدام کنایه دوست دارید؟ کنایه کافکاسکا پرنس. کافکاسکا پرنس. شما ندیست دادید آن. خوش. مثلا برای چی همین پیدا شد؟ مرکزی به واسطه بیناییش بیدار شد این آدم همون چیز دیست داده است. چه دست میگیرم چشما کشاده میشن خودتون بسیار سبک نقص میکنید رفته ضربه میشینید. چشما کشاده میشن تمام خودتون سبک میکنید چشما کشاده میشن دست میگیرم چشما کشاده میشن چشما کشید خیلی اسکار شدید سلام باشید. در جریان برگزاری این شوم ایجادی ما با خود دکتر ملازور طاهری صحبت کرده شیره اصلی تخصص فعالیت استاد را از خودش پرسان شدیم. امروز در شهر مسکو در کتابخانه نیکرس معرفی کتاب‌های استاد دکتر ملازور طاهری برگزار کردید. در آن جامعه شهروندی تاجیکستانی که در مسکو فعالیت می‌کنند جمع آمدند از جمله دکترها، پروفسورهای زیادی که امروز استاد همکاری دارند در اینجا شرکت کرده درباره فعالیت استاد ابراز نظر کردند. ما از استاد در این روزی خوش برای استاد و برای ما و برای تمام تاجیکستانی اینجا و برای تمام تاجیکان در تاجیکستان عزیز بوده از استاد خواهش کردیم که فکر و عقیده خودشان را مقصد درباره سه چیزی که اشاره بسیار خوب کردن که تیپ از سخن عبارت است، از تیغ عبارت است، از علف عبارت است. یک فلسفه عجیبه. چی است این استاد؟ تشکر زیاد. البته سلامتی انسان از خود انسان وابسته است و خدا در طبیعت تمامی داروها را عطا کرده است از آن جمله مینرال ها، گیاه ها، آب ها که اینا همش به واسطه برای ارگانیسم انسان ضرور و مفید هست و فقط تکنولوژی استفاده کردن مثلا گیاه های جمع آوری کردن، خوش کردن. من یک شعر نویساندم با نام چای گیاهی بر صد درد تو خود دوایی هرگاه که نوشم دردم شود کم از جسم جانم دور می شود غم چای گیاهی داد خدایی تو هم غذایی تو هم دوایی. ببینید که در این چند مصرع گیاه این داد خدا هست، هم غذا هست، هم دوا هست. فقط مردم که بسیار چیزا که نمیدونن بعد به بیماری‌ها گرفتار میشن. اگر آدم اصولی طبابت داند من مقصدی من به مردم فهمانده دادم. طبابت این از باغچه سر میشد، از مکتب سر میشد که مردم درباره مثلا طرز نگاهبینی بدن، شست و شو، استعمال گیاه‌ها، خوراک‌ها را داند. البته این سبب سالمی در روزمره مردم است. گرچه که استاد در یک گوشه تاجیکستانی عزیز به دنیا آمده باشند و امروز تنها 7 کتابشون را اینجا معرفی کردند. از نظری گفتیم مثلا خودی استاد و استادانی که اینجا هستند بیش از 70 کتاب نشر کردند در مسائل طبی خلقی تاجیکستان. استاد در جامعه امروزه روسیه که از کشوری ابرقدرت اروپایی است چقدر قبول گشتید؟ من طول زیاده از 30 سال است که در زمستان در روسیه کار میکنم، تابستان در تاجیکستان. چون که در تاجیکستان تابستان من با جمع آوری گیاها مشغول میشم و از سلامتی خودم برقرار میکنم. زمستان گرچنده که اینجا خنک هم باشد برای طبیب شرایط کاری خوب هست و طول این سالها مثلا من بسیار آدم‌های شخصیت‌های بزرگ در اینجا طبابت کرده هستم. خوش عنوان‌های بلند طب در ساحه طب خلقی در اینجا گرفتم و زیاده از 130 کنگرس‌های بین‌الخلقی که در حدود روسیه، تاجیکستان، قزاقستان برگزار کردید ایران اشتراک کردم و هر یک واخوری در این کنگرس‌ها این یک درس هست، یک کتاب هست، یک معنویات نو هست. برای همین مردم روس من خیلی خوب قبول کردگی هست. از اون جمله در روزنامه‌های آرگومنت فقط بابوشکینسکی رسپتی زوش من قریب یگان روزنامه نیست که مقاله‌های من درج نشده باشد در روسیه. در دین مبین اسلام میگن که هر کسی که با عالم صحبت کند
اینم یک برکتی بزرگ است. هر کس که با عالم صحبت کند اینا به این برکت است، یعنی قدم گذاشته شما در این یون منطقه بحثی برکت اینو است. امروز در ساحه طب خلقی و عموما طب تاجیکستان چرا نظر دارید؟ پیشرفت یا که کم بود؟ البته طب خلقی تاجیکستان خیلی پیش رفت، چون که ما سال 2003 تأسیس دادیم اساسیاسیون گیوپزیشکان و طبیبان خلقی. سال 2004 از طرف پرزیدنت قانون درباره طب خلقی به امضا رسید و امروز زیاده مثلا اعضای اساسیاسیون ما زیاده از 100 نفر در تمام گوشه کنار تاجیکستان با اصول طب خلقی آزادانه لیسانس گرفتگی هستند، کار میکنند، شروع میکنند و خود مردم در مقایسه دیده ایستاده است که نظر به داروهای شیمیایی یعنی کیمیایی اصول طبیعی درمانی بهتر است و آنها بی‌ضرر هستند و مردم البته رو به چی میگردند؟ از دوری که انسان در روی زمین پیدا شد طب مردمی پیدا شد و امروز حدود 200 سال ما مثلا گوییم طب اروپا یا که طب اکادمیکی پیدا شد که البته نقصان‌های آنها با مرور زمان پیدا شده است. مثلا بیمار جراحی کردن گفتن خوب میشد بعد 1 سال مرد. قانون‌های عادی‌ترین خوراکخوری، معاشرت، گفت خیز همین به سلامتی تاثیر می‌رسونند. بعد محیط گرد و اطراف. البته امروز تاثیر منفی ماشین‌های زیاد که گازهای افلاس غلیظ جدا می‌کنند، یکی از سبب‌های زیاد شدن سرطان. تلفن‌های موبیلی که بی‌واسطه آدم‌های عصبی می‌کند. هر یک راه می‌گیرید مثلا یک خبری ناخوش می‌شنوید یا یک اینفورماسیون، این به انسان تاثیر منفی دارد. و با سوال شما من کمتر دور رفتم، در تاجیکستان هر دو تیپ هم خیلی زور ترقی کرده است. مثلا امروز تمام جراحای تاجیکستان اون جراحی که در امریکا، در آلمان، در ایران میکنند در تاجیکستان کرده استادن. مردم تاجیک دیگه محتاج به یگان جا رفتن را ندارد، چون که اینستیتوت طبی که من خدمت کننده این اینستیتوت هستم بسیار علمای در دوره شوروی جای سوم میگرفت. علمای خیلی پرقدرت داریم، بالایقت داریم. طب ترقی کرده است. از بیمارخانه البته باید بیمارخانه زیاد نباشد، فکری منبع، چون که اگر مردم با عقل باشد بیمار کم میشد. بسیارتر خانه‌های استراحتی، ساناتوریا، کورورت‌های زیاد کردن در کار. وقتی که ما خواهیم که مردم مثلا من حاضر اون چیزی که من پیشنهاد کردم به 3 پرزیدنت روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، کدام آنها مرا چه خیلی دستگیری میکنن، چون که سیستم تندرستی عموما تغییر دادن در کار. وقتی که شما مثلا در کلیگ‌های وزارت تندرستی ما اشتراک میکنم، آخر هر سال آنها اچات یعنی حسابات میتین. در حسابات آنها فقط چقدر مقدار بیماری سرطان، توبرکولوز یا دیگر چقدر آدمی سالم هست نمیدونن. ما چه خیلی گوییم که این وزارت سالم هست. برای همین یا وزارت تغییر دادن در کار یا در نزد وزارت بهداشت شعبه آدمان سالم که باید مثلا پیشنهاد من آن بود که در هر یک مکتبی که زیاده از 500 نفر تحصیل طلبه هست باید 1 نفر دکتر باشد و اون دکتر اون چی که رفته پریویف که دیگر چیزا میکنن این کارو نکنن، فقط درس یاد آموزاند. و اون چی که مثلا من امروز مشاهده کردم در بسیار مکتب ها، هر یک مکتب میدونم بسیار بچهای مکتب با بیماری های جاغر گرفتار هستند، با بیماری های کرمه ها گلیسته، با بیماری های کمخونی. این راهش عادی هست. من اینجا پروفسور کارسون اینجا برآمد کرد. وقتی که ما همین گیاهای زبار تیار کردیم میتیم کودک‌ها 3 هفته در مکتب مینوشد، خب پدرش $5 همون طبابت پول میده. کودک الکی سالم است. از آن وقت الکی سالم باشد به جمعیت فایده زیاد میبخشد. سلامتی خوب باشد دیگه جمعیت سالم میموند. وقتی که مثلا ما روز به روز ببینیم بیمارخانه‌ها زیاد میشد، بیماری‌های هر گونه نوع پیدا میشد، برای این چیکار کردن در کار؟ برای این پیش از همه سیستم تندرستی تغییر دادن در کار. باید به بینندگان بگویم که مثلا بودن دکتر از نظر اون اشخاصی که امروز اصلا پروفسورها بودن و دکترای علم بودن و دکترای اقتصاد بودن اشاره کردن که دکتر بودن یا که نوشتن 1 صفحه کتاب بسیار مشکلات زیاد دارد. ایجاد کردن 70 کتاب در این مسائل در یک رشته کاری آسان نیست. پس استاد پرسیده میشد که استاد آیا این یک اشاره بالایی است یا که قابلیت داخلی زمینی آدم است؟ البته اینجا یک من چیزش مشت کنم، من 37 کتاب نویساندم. مقاله های علمی 300 هست. مقاله های علمی که چی هست؟ البته هر یک چیز به استعداد خدا داد هست.
مثلا من ساعت 2 شب بیدار میشم، از 2 تا 4 یا 5 کار میکنم. از کосмос که از بیرون به من قوه میبیاد و انفرماسیا. در اون وقت من 6 تا چیزای خودم ایجاد میکنم، مینویسم. فقط گوید که با واسطه خواندن، مثلا بعضی آدم‌ها 5 دیپلم دکتری دارن، 5 اینستیتوت خوندن، لیکن در اصل هیچی از دست اونها نمیاد، هیچ کار کردن نمیتونن. یک صفحه پر از شراره شوق بهتر از 200 کتابی بی‌ذوق. مثلا من یک کتاب نویسم که 1000 صفحه باشد، آدمای خسته کنند. باز ببینید تمام کتابچه‌های من کوچک هستند، یعنی در حجم 30-40 صفحه که خسته نکند آدم خونده، اونجا یک غذای معنوی پوره گیرم. طبیعتی تازه و آبهای صاف، هوای بی‌آلایش وطن، فرهنگ پرغناوت تاریخات بایی ملی چنان با آقای دکتر طاهری تأثیر خود را گذاشتند که آقای طاهری با یک الهام تازه در این شوم ایجادی یک سرود را هم اجرا کرد. دکتر این سرود را با یک کلمه زیاده زمزمه می‌کند. نشستم در لبی رودی زرافشان، نشستم در لبی رودی زرافشان، بدیدم قیمتی این عمر انسان، دیدم قیمتی این عمر انسان، که عمر آدمی چون آب دریا، که عمر آدمی چون آب دریا، روان است و ندانم قیمتی آن، روان است و ندانم قیمتی آن. هزاران آدم مردند و رفتند، هزارانی دیگر خوردند و رفتند، هزارانی دیگر نخورده بردند، دیگرها از حسد مردند و رفتند، دیگرها از حسد مردند و رفتند. آره، مرکز فرهنگی تاجیکستان در شهر مسکو و سروری آن خانم خورشید امراقولووا با همه شاعران، نویسندگان، دکتران و عالمان طبیبان تاجیک که امروزا با حمل تقدیر در این سرزمین فعالیت میکنند مناسبت خیلی گرم و جگری داشته همه وقت آمده است برای برگزاری شبنشینی‌ها، شام‌های ایجادی، زادروزها و جشن‌های بزرگ ملی خدمت خود را دریغ ندارد. رونمای کتاب‌های دکتر ملاظور طاهری با شرکت جامعه تاجیک نشین مسکو و همکاران و هواداران آقای طاهری آغاز شده با یک حسن تفاهم و همدیگر فهمی و معرفی طب تاجیک و فرهنگ و بای و پرغناوت این ملت به پایان رسید. بیک رمانی برای تلویزیون آسیای مرکزی، شهر مسکو.